اما او زن از آلمان بلند شده، زن ایرانی، و آمده اینجا که میگه من میخوام اینجا مرکز پیشگیری از مریضی سرطان درست بکنم که قبل از اینکه مریضی سرطان میگیره این پیشگیری داره، آزمایشات داره، و این مرکز بالاخره برای آنه که پیشگیری بکنه، جلوگیری کنه از سرطان در حد اسباب و در حد اون احتیاطهای لازم یا مداوای لازم، و به این نیت که فردا تبدیل بشه به یک مرکز بالاخره معالجه اساسی برای مریضی های سرطان. و این زنی چه اندازه فکر خیر داره، چه اندازه دلسوزی داره زنان. این خیرینی که توی منطقه می آید این اکثرا زن می آید، مرد می آید، و این فکر چه اندازه مفیده.